به نام خدایی که ما را آفرید و از روحش در وجود ما دمید. سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم هر جای این جهان که باشید شاد و پیروز و سربلند باشید. من تایی هستم و خدا رو شکر میکنم این فرصت به من داده شد که در خدمت شما عزیزان باشم. در ادامه سری فایل های موضوع دین در این جلسه یک پرسشی میخوام بپرسم و پاسخشو بدین و درک بهتری از قوانین دین خداوند، دین اسلام حقیقی که در قرآن آمده داشته باشید. و اون پرسش اینه که چطور میتوان فهمید کشور یا ملتی در مسیر دین خداوند قرار گرفتند؟ دین خدایی که قرآن توضیحش داده، موضوعشو باز کرده و داریم درکش میکنیم. روز به روز فایل های بیشتری دارم ضبط میکنم که بتونیم این قوانین الهی رو که در دین اسلامش قرار داده رو بهتر درک کنیم. بنابراین میخوایم بفهمیم آقا چطور میتونیم بفهمیم ملتی، کشوری یا حتی فردی در مسیر دین خدا قرار گرفته. ما الان به فردیت کار نداریم، به یک شخص کار نداریم. ما عمومی صحبت میکنیم، کشوری صحبت میکنیم، ملتی صحبت میکنیم که بهتر بتونیم درک بکنیم. دوستان پاسخ خیلی ساده است. دوستان از نتیجه میفهمیم، یعنی نتیجه پاسخگوی مسیر درست همیشه. شما وقتی یک غذای با کیفیت درست میکنید، اون کیفیت خوب وقتی غذا رو میخوری نتیجه اون آشپزی خوبه، نتیجه اون مواد غذایی که در اون غذا استفاده کردیه. یعنی وقتی غذا رو میخوری هم خوش‌طعمه، هم خوشبوه، هم ظاهرش قشنگه و هم وقتی میخوری لذت میبری و هم بعد از اینکه خوردی احساس انرژی به تو میده. این نتیجه است. همینه. وقتی یک کار درستی انجام میدی باید نتیجهش هم درست باشه. اگر یک عملی انجام میدی، یک کاری انجام میدی که نتیجهش نادرسته، اون مسیری که داری انجام میدی نادرسته. بنابراین اگر یک ملتی، یک کشوری در رنجن، در عذابن، در فقرن، در بدبختی، در ناامنیان، یه سری مشکلات وجود داره، یه سری عملکرد نادرست وجود داره. همونطور که در جلسات گذشته گفتیم خداوند قوانینی وضع کرده در دین خودش و هر فردی از این قوانین درست استفاده کنه نتیجهش درست خواهد بود و هر کسی برعکس اون قوانین عمل کنه نتیجهش نادرسته. حالا اون فرد میخواد بگه مسلمونم، اون فرد میخواد بگه من به خدا ایمان دارم، اون فرد میخواد بگه من خدا رو دوست دارم، اون فرد از صبح تا شب نماز میخونه، در ماه رمضان روزه میگیره، هر روز 10 ساعت وقت میذاره دعا میکنه. هر کاری که فکر میکنی برای عبادات باشه، مناسک باشه، خودشو نزدیک بکنه به خدا، اون کار انجام میده، اما عملکردش در روز برخلاف قوانین دین اسلام خداونده که در قرآن اومده. دین اسلام منظورم اون دینیه که در این دوره توضیحش دادیم و از قرآن استخراجش کردیم و نه از مذاهب سنی و شیعه. هر کاری که بکنی ولی عملکردت نادرست باشه، طبق قوانین الهی نیست، نتیجه نادرست خواهد بود. پرچم تو بذار، علامت خدا رو بذار، الله به عربی بذار مثل پرچم ایران، یا پرچم تو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله مثل عربستان سعودی بذار، فرقی نمیکنه. یا کشورهای دیگه که جزئی از آیات قرآن روش قرار میدن و ادعا میکنن کشور اسلامی هن، اما نتیجه چیز دیگه رو به ما نشون میده. بنابراین با شعار و ظواهر و یه سری حرکات ما نمیتونیم خدا رو فریب بدیم، نمیتونیم قوانین خدا رو فریب بدیم. خدا با عملکرد ما کار داره، نه با یه سری حرکات ظاهر. من بگم خدا رو قبول دارم اما تا یه اتفاق کوچولو بیفته زود به هم میریزم. نه، خدا با اینا کار نداره. خدا با عملکرد تو خوب انجام دادی نتیجهش خوبه، عملکرد نادرست انجام دادی در روزمرگی
نتیجت هم نادرسته. حالا میخوایم بفهمیم چه کشورهایی، چه ملتهایی نشونش چیه که در مسیر خدا قرار گرفتن. چند تا موضوع رو نوشتم، با هم مرورشون میکنیم. دوستان، اگر جای دیدید که مردمش در امنیت و آرامش زندگی میکنند، بدونید اونجا از دید قرآن کشور اسلامیه. اگر دیدید همه آدم‌ها فارغ از زبان، قومیت، ملیت، رنگ پوست یا جنسیت حقوقی برابر دارند و تبعیضی وجود نداره، بدونید اون جامعه اسلامی از دید قرآن و از دید خداوند. اگر جایی بود که نعمت و فراوانی به حدی هست که مردم حتی وسایل سالم خودشون رو دم در میذارن تا کسی که نیاز داره اونها رو ببره، اون جامعه از دید قرآن اسلامی به حساب میاد. اگر جایی بودید که به راحتی میتونستید یک ماشین خوب و با کیفیت و با امکانات عالی بخرید بدون اینکه فشار مالی بهتون بیاد، بدونید اونجا نشونه یک کشور اسلامیه. اگر در کشوری زندگی میکنید که میتوانید خودروی خود یا هر وسیله‌ای را در خیابان پارک کنید و با آرامش خاطر مطمئن باشید هیچ آسیبی به آن نمیرسد، هیچ سرقتی اتفاق نمیافتد، بدانید در سرزمینی هستید که ارزش‌های واقعی اسلام در آن زنده است. اگر در کشوری زندگی میکنید که کرامت و ارزش انسان اولویت دولته، مثل کشور آلمان، و دولت تمام قد از این قانون دفاع میکنه، مطمئن باشید اون جامعه اسلامی و پیشرفته است. حتی اگر آن کشور نام اسلام را قبول ندارد، از دید قرآن آن کشور در مسیر خدا قرار دارد. حالا میخواد قانون خدا رو باور داشته باشه یا باور نداشته باشه، اون فرد از دید قرآن، از دید خداوند، از دید قوانین خداوند در مسیر خدا داره حرکت میکنه. اگر در کشوری زندگی میکنید که جرائم هر نوعش که باشه فرقی نمیکنه با جدیت و با مجازات‌های سرسخت پیگیری میشه، بدونید اون کشور در مسیر قرآن حرکت میکنه. چون وقتی کشوری قوانینش رو سرسخت میکنه، مجازات ها رو، به من شهروند اینو میگه که اگه جرمی مرتکب شدی، حالا دست بردار نیستیم ازت، حالا باید جریمه های نقدی و غیر نقدی رو پرداخت کنی. این قانون خوب و سرسخت به من القا میکنه تو نمیتونی جریمه مرتکب بشی. اگر در چنین کشوری داری زندگی میکنید و پارتی بازی معنا نداره و رشوه خواری معنا نداره و قانون درست عمل میکنه و سرسخت پیگیر جرائم هست، تو در کشور اسلامی داری زندگی میکنی. حالا اون کشور شاید غیر اسلامی باشه، اون کشور اصلا اسلام رو قبول نداشته باشه، قرآن رو قبول نداشته باشه، از دید خداوند در مسیر خدا داره حرکت میکنه. اگر در کشوری زندگی میکنید که قوانین طوری طراحی شده اند که همیشه حق با مشتری باشه، بدونید اون جامعه اسلامیه. یعنی یه وسیله‌ای رو طرف میخره، میبره خونه، میبینه آقا خرابه یا مشکل داره، خوشش نیومد اصلا. اگر اون کشور قانونش طوری وضع کرده، مثل کشور آلمان، آمریکا، کلا اروپا، کانادا، طوری وضع کرده که شما وقتی از یک فروشگاهی چه آنلاین چه حضوری خریدی بکنی، وسیله رو بخری و به هر دلیلی شما اون وسیله رو یا دوست نداشتید، یا بزرگ بوده یا کوچیک بوده اگه لباس بوده، یا وسیله بوده که خوشت نیومد، کیفیتش زیاد خوب نبود، یا اصلا کلا خریدی دوست نداشتی. بعضی فروشگاه ها 14 روز، بعضی فروشگاه ها 1 ماه، بعضی ها 2 ماه، بعضی ها تا 100 روز هم در کشور آلمان این شرکت ها وجود دارن و پس میگیرن. حتی اگه استفاده کرده باشی از اون وسیله، تمیزش میکنی، مثل اول برش میگردون تو باکتش، پسش میدی. اگر در این کشوری داری زندگی میکنی، این نشانه در مسیر خدا بودنه. یعنی این کشور از مسیر خدا تبعیت کرده، بی آنکه قرآن رو خونده باشه. شاید کشور اسلامی هم نباشه و حتی ضد با اسلام، در اصل ضد با عملکرد اسلامی که به ما معرفیش کردن، نه با این اسلامی که داریم در این دوره توضیحش میدیم. این حرفایی که داریم میزنیم در این دوره، دوستان، خدا ناباورش رو بیاری، کسی که دشمن اصلا، نه خدا ناباور فقط تنها، نه، به خدا هم فش میده،
به هر چی قرآن و کتاب مقدسه از صبح تا شب داره فحش میده. دشمن سرسخت همه این موضوعات دین و مذهب و این چیزاست. همین موضوعات رو براش بخون، بذار آرام باشه. یه روز بگو آقا من میخوام اینا رو بخونم برات، ببین چطور آروم میگیره، میگه این مسیر درسته. حالا اسمش اسلام نذار، هر چی میخواد اصلا بگو آقا این مسیر شیطانیه ولی این مسیره، قبول میکنه از تو، چون با فطرت انسانی ما همسوس و تضادی با فطرت ما نداره. اگر در کشوری زندگی میکنید که در اداراتش، ارگانهاش پارتی بازی وجود نداشته باشه و کار هر کسی فارغ از جنسیت، ملیت، نژاد، زبان، دین، فارغ از این همه به موقع و طبق قانون پیش بره، این هم یکی دیگه از نشانه های اسلامه. یکی دیگه از نشانه های کشور اسلامی، اگر در کشوری زندگی میکنید که آمار جرم و جنایتش بسیار بسیار پایینه، خیلی خیلی کمه، شک نکنید در اون کشور مردم دارن در سایه قوانین دین خدا زندگی میکنن. یعنی اگر در کشوری امنیت حرف اول رو میزنه، جرم و جنایت به ندرت اتفاق میفته، همه مردم سرشون طولاک خودشونه، کسی به کسی آزار نمیرسونه، این کشور، این شهر، این منطقه در مسیر قوانین به حق خداوند دارن زندگی میکنن. حالا این کشورها که در این مسیر قرار میگیرند نتیجهشون روشنه: سعادت، خوشبختی، وفور نعمت، امنیت، آسایش، حق طبیعی آنها خواهد بود. نقطه سرخط. پس نتیجه روشنه. اسلام واقعی آن است که ثمره اش در زندگی روزمره مردم دیده شود، نه تنها در شعارها و نامها. هر جا این نشانه ها وجود نداشته باشد آن سرزمین اسلامی نیست. حتی اگر 1000 بار نام اسلام بر خود بگذارند، حتی اگر بر پرچم کشورشون نام خدا نوشته باشه و شعار رسمی اون کشور اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله باشه، اگر نماز و روزه اصل زندگی مردم شود، اگر همه دم از خدا بزنن اما در عمل رفتارشون با انسانهای دیگر درست نباشه و برخلاف اصول قرآن، برخلاف اصول دین خدا زندگی کنن، نتیجه‌ای که حاصل میشه چیزی نیست جز وارونگی. اون وقت به جای برکت، به جای رزق بیشتر، به جای حرکت اقتصادی بیشتر، جامعه گرفتار بدبختی، تورم، گرانی، ناامنی، فقر، فساد اداری، تجاوز، دزدی، اختلاس، پولشویی، پارتی بازی، کلاهبرداری، فساد اخلاقی و ده‌ها آسیب دیگه خواهد شد. دوستان، اسلام حقیقی در عمل کرده درسته، نه در ظواهر دینی. اسلام واقعی در رفتار درست و کردار نیک معنا داره، نه در ظاهر دینی. ریش بذاریم، بریم مسجد، تسبیح به دست بگیریم، ذکر بگیم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اما پشت صحنه ما کارهایی میکنیم، اختلاسهایی میکنیم، دزدیهایی میکنیم، حق مردم رو میخوریم و میگیم آقا ما دیگه نماز میخونیم، روزه میگیریم. کسی نمیتونه خدا رو فریب بده، کسی نمیتونه قوانین خدا رو فریب بده. بسیاری از مردم دین خدا رو برعکس فهمیدن. خداوند در سراسر قرآن از انسانها نخواسته نماز بخونن و روزه بگیرن، بلکه فرموده در کردار و گفتار خود صادق باشید، در معامله با دیگران عادل باشید، راستگو باشید، با برخورد خوب با دیگران، با خوشرویی با دیگران تعامل داشته باشید، با دیگران نیک رفتار باشید. اینا رو بهمون یاد داده خداوند. صداقت، عدالت، کردار نیک و کرامت انسانی از میلیون ها بار نماز و روزه بهتره، قطعا بهتره و اونها نتیجه میده. نماز و روزه مال خودت، شخصیه، میخوای بخون میخوای نخون. این همه ملت نمازی که نماز حرکتی باشه رو نمیخونن. چه اتفاقی براشون افتاده؟ در جلسه گذشته اینو گفتم. ارزش انسان ها و رعایت حقوق انسان ها از هر عبادتی بالاتره. خداوند در هیچ جای قرآن نگفته اگر نماز نخونید یا روزه نگیرید شما رو به جهنم میفرستم، اما بارها و بارها فرموده که اگر در زمین فساد کنید، ظلم کنید، طغیان کنید، به انسانها آسیب برسانید، توهین کنید، هر نوع آسیب و زیانی برسونید، در برابر آن مجازات سخت و شدید خواهید شد.
تمام این سخنان خدا درباره کرامت و ارزش و شرافت انسانیه. اینو باید خوب درک کنیم. به ما برعکسشو گفتن. خدا همیشه میبینه دوستان. فکر نکن چون امروز قدرت دست توست میتوانی هر طور خواستی رفتار کنی و کسی به حساب تو نرسه. هرگز این چنین نیست. فکر نکن خدا خوابه و تو رو نمیبینه چی کار میکنی. فکر نکن اگر به کسی کنایه زدی یا با حرف دل کسی رو شکستی و او چیزی نگفت خدا فراموش میکنه. فکر نکن اگر در اداره با پارتی بازی و رشوه‌خواری کار مردم رو راه میندازی خدا بیخبره، نمیبینه. هر کاری میتونی بکنی. یه سری موضوعات رو آوردم که در ادامه میخونیم. کمک میکنه هر جا که باشیم کمک کنیم اون کشور، اون شهر با برخورد و تعامل ما رشد کنه. وقتی من عمل کردم درست باشه فرزندم از من یاد میگیره و به همین شکل هر کدوم مسئول خودمون هستیم. ما باید از خودمون شروع کنیم. اگر فروشگاه شرکتی داری و هر روز با مردم در تماس هستی اما اخلاق و برخوردت با آنان ناپسنده، اگر با چهره عبوس، زبان تلخ یا رفتار تند با مشتریان برخورد میکنی و در عین حال نماز میخوانی و گمان میکنی همین نماز همه بدرفتاریهات رو پاک میکنه، سخت در اشتباهی. بدان که نماز بدون اخلاق نزد خدا هیچ ارزشی نداره. و گفتم نماز شخصیه، ارتباط با خدا شخصیه، یوگا شخصیه، مدیتیشن شخصیه، تشکر کردن از خداوند شخصیه. به تو حال میده، به همسایت حال نمیده، به فرزندت حال نمیده. تو باش حال میکنی، نتیجهشو تو میبینی. بنابراین تو در همین دنیا نتیجه رفتار نادرستت رو خواهی دید و برعکس تو همین دنیا نتیجه و عملکرد کار درست تو خواهی دید. تمام این موضوعات دوستان و بسیاری دیگر که در آینده هم به آنها خواهیم پرداخت همه مربوط به کرامت و ارزش انسان، اصول اخلاقی هستند که خدا در قرآنش به ما توصیه کرده. دین حقیقی خدا که در قرآن بیان شده، توضیح داده شده، بر پایه اخلاق، عدالت و انسانیت است. بر پایه ارزش‌های انسانی است، نه بر پایه نماز و روزه و زکات. باید این موضوع رو درک کنیم. چرا من تکرارش میکنم؟ چون سالیان سال و قرنها به ما گفتن عمود دین نمازه. نماز منظور نماز حرکتیه، اما در قرآن صلات یه مفهوم دیگه داره. به موقع موضوع صلات رو باز خواهیم کرد. هیچ ارتباطی با این نماز حرکتی نداره. این نماز حرکتی اختراع انسانه، یه موضوع شخصیه. نمیگم بده، نفیش نمیکنم. هر ارتباطی با خداوند، حالا یوگا باشه، نماز حرکتی مسلمانان باشه، نماز مسیحیان باشه، نماز یهودیان باشه، نماز بودیست باشه، فرقی نمیکنه. نماز زرتشتی، نماز بهایی باشه، فرقی نمیکنه. هر گونه نمازی، هر گونه اتصالی، هر گونه ارتباط برقرار کردن با منبع، با خدا، اونو میگن نماز و شخصیه و به هیچ فردی دیگه ای ربطی نداره. بسیاری از ما روزانه 10 ها رفتار نادرست انجام میدیم و بعد با یه وعده نماز خیال میکنیم همه رو شستیم. عمدن میگم وعده نماز، چون برای بسیاری از ما نماز فقط یک عادت زمانی تبدیل شده، نه پیوند قلبی با خدا. نماز واقعی یعنی رفتار درست. امروزه بیشتر مسلمانان چه شیعه چه سنی گمان میکنن هر رفتار ناشایستی رو با خواندن نماز جبران میکنن. اما بدانیم که نمازی که پس از ظلم، بی‌عدالتی و بدرفتاری خوانده شود نزد خدا هیچ اجری نداره. اسلام واقعی در رفتار ما با انسانهای دیگر است، فارغ از دین و مذهب و جنسیت و ملیتش. اسلام واقعی در رفتار ما با انسانهای دیگره، در صداقت ما در گفتار و کرداره، در عدالت و انصاف ماست، در مهربانی و گذشت ماست. این موضوع اصلی دین خداست که باید خیلی به اون زوم کنیم و توجه کنیم و زندگیمون رو بر پایه دین خدا پیش ببریم. هیچ کار بدی از حساب خدا خارج نیست. فکر نکن اگر با رفتارت به دیگران آسیب میزنی، چه فیزیکی چه لفظی، یا به جامعه زیان میرسونی به هر شکلی که باشه، از حساب خدا فرار کردی. نه، هرگز نیست.
خداوند به صراحت در قرآن فرموده است که هیچ عملی از او پنهان نمیمانند. هر عمل بدی که انجام دهی کیفر دارد. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. سوره زلزله آیه 6. در آن روز مردم پراکنده باز میگردند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود. سوره زلزله 7 و 8 ادامه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یراه و من یعمل مثقال ذره شرا یراه. پس هر کس به اندازه ذره کار نیک انجام داده باشد پاداش آن را می‌بیند و هر کس به اندازه ذره کار بد کرده باشد کیفر آن را می‌بیند. این آیات صریح خداونده. چیزی از خدا گم نمیشه. اما هر کار خوبی که انجام دهی خداوند در قرآن 10 برابر پاداش برات گذاشته، هم در این دنیا هم در آخرت. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. سوره انعام آیه 160. هر کس کار نیکی انجام دهد 10 برابرش پاداش خواهد گرفت. دین اسلام بر پایه عمل خوب، اعمال خوب بنا شده. عمل خوب یعنی گسترش امنیت و احترام در جامعه. اگر کاری انجام دهی که باعث امنیت و آرامش مردم شود، اگر با رفتار خوبت احترام انسانها را حفظ کنی، اگر از ظلم، دروغ و بی‌انصافی و بی‌عدالتی پرهیز کنی، بدان خداوند پاسخ آن را با خیر و برکت به تو باز خواهد گرداند. یعنی در این دنیا، نه در آخرت. خیلی ها به ما گفتن آقا هر کار خوبی بکنی آخرت نتیجهشو میگیری. هرگز این چنین نیست. هر کار خیری که انجام میدی، هر عمل خوبی که انجام میدی، ابتدا در این دنیا باید تجربهش کنی. انقدر خدا بهت عمر میده تا تجربهش کنی و بعد در آخرت. اما اگر برعکسش انجام بدی، باعث ناامنی، بی‌اعتمادی، بی‌عدالتی، بی‌احترامی به دیگران انجام بدی، بدان که آن هم بی پاسخ نخواهد ماند و هم در این دنیا و هم در آخرت پاسخش رو خواهی گرفت. خیلی باید مراقب رفتارهامون باشیم. خیلی باید مراقب باشیم و از خودمون شروع کنیم. با خودمون صحبت کنیم. حواسمون باشه، چون ما در جامعه‌ای بزرگ شدیم که دروغ‌های بسیاری شنیدیم. اما خداوند به شکل‌های مختلف رسالت خودشو به مردم میرسونه. به شکل‌های مختلف انسان‌هایی رو تربیت میکنه در این عصر که به خدمت مردم در بیان، که قوانین خداوند رو بر مردم شکوفا کنن، که قوانین خداوند، قوانین دین اصلی خداوند رو بر مردم بخونند. چون فردا در اون روز خداوند میگه آقا مگه من آیاتم بر شما خوانده نشده؟ خیلی از افراد هستن وقتی آیات قرآن رو براشون میخونی، بیان که بشنون، حالا فارسیشو میخونی اگر زبانش فارسی باشه یا عرب باشه عربیشو میخونی، میگه خدا اینو گفته، سری تکون میده، باور نمیکنه، میگه اینا همش دروغن، نوشته های محمدن. خدا در اون دنیا داره مثال میزنه، میگه الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم به تکذبون. به آنها گفته میشود مگر آیات من بر شما خوانده نمیشد از شما آنها را تکذیب میکردید؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. در پاسخ میگویند پروردگارا بدبختی ما بر ما چیره شده بود و ما قومی گمراه بودیم. اعتراف میکنن، راهی ندارن که اعتراف نکنن، نمیتونن دروغ بگن و ما از اونها نباشیم. نرسه در روز حساب بخوایم اینو به خدا بگیم. خداوند به شکل‌های مختلف نشونه هاشو میفرسته، آدماشو میفرسته که بر مردم بخوانند آیاتش رو، که فردا حجتی نباشه بر مردم. نگن آقا ما نمیدونستیم، نمیگن ما نمیدونستیم، نمیفهمیدیم، گمراهمون کردن. میگه مگه من کتاب بهتون ندادم؟ چرا کتاب را نخوندید؟ چرا رفتید به کتاب‌های انسانی رجوع کردید؟ مثل صحیح مسلم، بخاری، کافی، فلان. چرا رفتید اونا رو خوندید؟ مگه من کتاب قرآن رو به شما ندادم؟ به زبان‌های مختلف ترجمه شدن، چرا نرفتی کتابمو خوندی؟ خدا همه چی رو گفته، هر چی که لازمه بشریت رو گفته، چون آخرین کتاب، آخرین رسالت الهی در این کتاب هست. خداوند همه چی میگه، همونطور که در سوره انعام آیه 38 میفرماید، قسمتی از آیه رو میخونم:
ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در کتاب هیچ چیز را فروگذار نکردیم، یعنی هیچ کم و کاستی در این کتاب قرآن رو قرار ندادیم. هر آنچه که نیاز بشریت رو ما گفتیم. اگر چیزی گفته نشده اون موضوع مهم نیست برای خدا. برای همین میگیم آقا کتاب قرآن رو بخونیم. میرن کتاب انسانها رو میخونن و میگن آقا فلان مجتهد اینو گفت، فلان عالم اینو گفت، فلان شیخ اینو گفت، فلان آخوند اینو گفت. خدا تو اون دنیا بهشون میگه وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. اونجا تو اون دنیا خدا بهشون میگه چرا آیات منو نخوندی، چرا مسیر منو نرفتی؟ میگه و گفتند پروردگارا ما از سروران و بزرگان خود اطاعت کردیم، ما از شیوخ و آخوندهای خود اطاعت کردیم، پس ما را از راه به در کردن و گمراه کردن. دیگه فایده نداره. خدا عقل داده، باید به این عقلی که خدا داده احترام بگذاریم. آیه 67 سوره احزاب بود. فریب ظاهر دینی که با ما معرفی کردن رو نخوریم. بسیاری از مردم به نام دین و برای رضای خدا حتی دست به قتل انسانهایی میزنن که فقط عقیده متفاوت دارن، در حالی که خداوند در قرآن هرگز چنین دستوری نداده. و اگه یک جایی گفته اقتلوا الکافرین یا اقتلوا المشرکین داستان داره، نمیشه در یک جمله توضیحش داد. موضوع رو باز خواهیم کرد. به غلط تفسیر کردن آیات خداوند رو. اسلام واقعی دین محبت، دین عدالت، دین کرامت و احترام به انسان هاست، فارغ از دین و مذهب و مسلک و ملیتشون. کافر باشه، ملحد باشه، خدا ناباور باشه، هر کسی باشه، اصلا بیدین باشه، این اجازه رو خداوند به هیچ کس نداده. اسلام واقعی دین محبت، دین عدالت، دین کرامت و ارزش انسان دانستنه، نه حذف و نفرته. حذف و نفرت و انسانها وارد دین خدا کردن. خدا هرگز این دستور رو به کسی نداده که کسی رو به قتل برسونن. حالا در این خصوص صحبت خواهیم کرد. موضوع قتال رو باز خواهیم کرد. اسلام حقیقی یعنی رفتار درست، گفتار نیک، عدالت در کار، صادق بودن در زندگی، احترام به انسانها و پرهیز از هر گونه ظلم. و نه نماز و روزه. نماز و روزه موضوع شخصیه، به تو برمیگرده. اگر این موضوعات رو درک کنیم ما وارد مسیر واقعی دین خدا شدیم. و بعد تفاوت زندگی قبل از درک این دوره با بعدش رو مقایسه کنید. آرامشی که وجودتون رو میگیره، سلامتی که وجودتون رو میگیره، احساس خوبی که به شما میده، احساس رهایی که به شما میده، احساس قرب به خدا به شما میده، احساس قرب واقعی که بابا اون خدایی که به ما معرفی کردن یک خدای جلاد جبار زورگویه که تا کوچکترین کار انجام بدیم انتقامش از ما میگیره. اما وقتی قانون خدا رو خوب درک کنیم بهتر میتونی بفهمی، رهاتر میشی. رهایی به تو دست میده از اون همه خزعبلات و محدودیتی که به تو دادن. گفتن این کارو نکن، حرامه، این کارو نکن، فلانه، این شیطان میاد اینجا، جن میاد فلان، این کارو، همه اینا از میان میرن. خیلی موضوعات من نگفتم در مورد جن. اصلا جن وجود داره نداره، چیه جن، اصلا جن چیه. در مورد روح صحبت خواهیم کرد، سحر، جادو صحبت خواهیم کرد، خیلی موضوعات، نماز، آیات قتال، همه اینا رو باز خواهیم کرد. بعد بفهمیم با هم که چطور دین خدا رو تحریف کردن، چطور مفاهیم قرآنی رو تحریف کردن، تغییر دادن اصطلاحات رو. بعد رها میشیم از هر چیزی که ما رو محدود کرده و رشد میکنیم، حرکت میکنیم، رشد میکنیم، پیشرفت میکنیم. نیت من اینه که ما از این مزخرفات دینی که به ما انتقال داده شده قرنها و سالیان سال از این گذر کنیم و به سوی کمال، به سوی رشد حرکت کنیم. انسانهای مثمر ثمری باشیم در زندگی، رسالت خودمون رو پیدا کنیم و به سمت رسالت خود حرکت کنیم، به بشریت خدمت کنیم، محدود نباشیم. ما کارهای خیلی بزرگی باید انجام بدیم برای خودمون و نسل‌های بعدی. جهان در حال پیشرفته، در حال گسترشه، باید قدم برداریم، باید حرکت کنیم.
باید این دوره یه حرکتی در شما ایجاد کنه، یه انگیزه‌ای در شما ایجاد کنه. حرکت به سوی تعالی، حرکت به سوی کمال، حرکت به سوی رشد، حرکت به سوی انسانیت، حرکت به سوی خدمت بشریت. این نتیجهش باید باشه. خدا رو شکر میکنم این فرصت به من داده شد. هر نظر دیدگاهی دارید کامنت بذارید، خوشحال میشم، میخونم، وقت باشه به دید منت جواب میدم. خیلی احساس خوبی دارم، در این مسیر دارم حرکت میکنم و خدا رو شکر میکنم این فرصت به من داده شده که در خدمت شما عزیزان باشم. تا فایل بعدی همین شما رو به خدای منان میسپارم. شاد و پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.